در سوره بلد الله سبحانه و تعالی با یک اسلوب عجیب یک حقیقتی را برای ما بندگان خبر داده است. ما این را میفهمیم ولی گاه اهمیت نمیدیم. ببینید الله سبحانه و تعالی راستگوی ترین ذات است. در سوره نیسا در 2 آیتش و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا، کیست راستگوی تر از الله تعالی؟ مگر شخص از الله تعالی دیده راستگوی تر است؟ گفته استفهام انکار میکنه، سوال میدهد و در ضمن سوالش انکار میکند که نیست. از همه راستگوی ترین ذات این الله تعالی هست. لیکن با وجود همین گاه ها پیش از آن که یک سخنی را به ما گوید سوگند یاد میکند، قسم میخورد. برای چی؟ برای آنکه این سخنی مهم است. برای تأکید این سخن الله تعالی سوگند یاد میکند. در این آیت پیش از آن که این سخن مهم را به ما گوید 3 مراتب سوگند یاد کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، سوگند به این شهر، قسم میخورم به این شهر یعنی مکه. و هذا البلد الامین، در سوره تین هم قسم یاد کرده بود. الله تعالی حق دارد به چیزی از مخلوقاتش سوگند یاد کند، لیکن ما حق نداریم به غیر الله تعالی به کسی دیگر به چیزی دیگر قسم یاد کنیم. باید قسم ما در حالتهای ضرورت فقط به نام الله و به صفتهای الله سبحانه و تعالی باشد. لا اقسم بهذا البلد، قسم به این شهر یعنی مکه. و انت حل بهذا البلد، و قسم به آن که تو در این شهر زندگانی کردی. اکثر عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهر مکه بود. و انت حل بهذا البلد، و تو در این شهر زندگی کردی. 53 سال عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از 63 سال عمرشان در مکه گذشت. در آنجا تولد شدند تا روزی که به خاطر الله، به خاطر تبلیغ شریعت، رسانیدن شریعت، به خاطر ادای امانت مجبور شدند ترک شهر کردند و به مدینه منوره را هجرت کردند. و بعضی مفسران میگن که و انت حل بهذا البلد معنایش و این شهر را ما به تو حلال گردانیدیم 1 ساعته در 1 روز. این شهر یعنی شهر مکه از روزی که الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان را آفرید شهر حرام است. شهری که بسیار کارهایی که در دیگر شهرها حلال است در مکه حرام است. این شهر برای همه حرام است. خون ریزانیدن، درختش را کندن، شکار کردن، صید و دیگر و دیگر. لیکن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 ساعت روزی فتح مکه حلال گردانید. یعنی شهر مکه که حرام است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1 ساعت حلال گردانید. بعد از آن با حرمتش تا روز قیامت باقی ماند. یعنی به این سوگند یاد کرد. سوگند سیومینش و والدی و ما ولد، قسم به آدم، قسم به پدر و قسم به آنی که از او تولد شد. مفسران میگن که حضرت آدم و فرزندان صالحش مانند پیغمبرها، علما، اولیاء الله، صالحین، برای آنکه عجایب ترین خلق در این دنیا این آدمیزاد است. از بین آنها یک بنده های بودن در این دنیا، یک عمل های را کردن که تعجب همه را آورد. یک عمل های را کردن، یک سخن های را گفتند، یک استنباط های کردند. بنابراین عجایب ترین خلق الله تعالی انسانیت هست. بنابراین الله تعالی با آنها سوگند یاد کرد. بعد از آن گفت که لقد خلقنا الانسان فی کبد. 3 مراتبه سوگند یاد کرد. بعد از آن سخنش را گفت که ما انسانها را به مشقت آفریدیم. یعنی این حیات سر تا پا تا آخر حیات پر از مشقت است. همه جستجوی بی مشقتی را دارند. همه میخواهد که پول و مال داشته باشد، خانه و در داشته باشد، فرزند داشته باشد، تبدیل، همه پول و مال و هر چیزی که خواست داشته باشد و آرام به مصیبت در این زندگی کند. لیکن ببینید این آیت قرآن کریم است. این
واقعیت است، یگان سخن دروغ یا سخن غیب نیست، واقعا حقیقت است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانیت را به مشقت آفریدیم. وقتی که به دنیا می آید در اولین لحظه های تولدش شیطان به میانش ضربه میزند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند گریه میکند کودک. غیری حضرت عیسی و مادرش که مادر کلان حضرت عیسی پناه طلب کردند که این فرزند مرا و فرزند او را از ضربه شیطان نگاه دار گفته بودند، اما دیگر همه از این ضربه نصیب دار است. بنابراین وقتی که کودک به دنیا می آید یکمین گریهش به سبب اون ضربه شیطان است. بعد از اون بریدن نافش می برند، یک مراتبه داد و فغان می زند. بعد از اون دردها شروع می شود، مشقتی مکیدن شیر، بعد کمتری برآوردن دندان، مشقتی برآمدن از شیر برآوردن هم یک مشقت است، درد سر و دیگر دردها و درد ختنه به پسرها، درد سوراخ کردن گوش به دخترها، همین گونه مشقت ها بعد کمتری شروع می شود، گهواره بندی و یک مانند حبس در گهواره خواب می کند. بعد از آن سیاست معلم و هیبت استاد و درس و مشقت تعلیم و بعد اینکه به وای رسید مشقت خانه‌دار شوی و مشقت فرزنددار شوی و غم و غصه دنیای و مهنت و خانه ساختن و با این مصیبت ها کمی میگذرد که الکی سین و سالش به 40-50 رسیدش درد پای و درد زانوی و درد سر و خیرگی چشم و کمشنوی گوش و شروع می شود هر روز درد نو. و حتی از این دنیا با عرق جبین، چخیلی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که مؤمن با عرق جبین از دنیا وفات میکند.